این آیدی آردوینو که خب معرف حضورتون هست و امکانات نسبتا خوبی هم در اختیارمون میذاره که نسبت به ورژن لگسی یا همون ورژن قدیمیه که داشتیم خب خیلی بهتره. اما میدونستید که با VS Code یا ویژوال استودیو کد هم میتونیم برنامه‌نویسی آردوینو رو انجام بدیم؟ با استفاده از VS Code میتونیم با ابزارهایی که در اختیارمون میذاره سریعتر کد بزنیم و از راهنماهای اون برای کد زدن استفاده بکنیم. در ابتدا باید VS Code رو نصب بکنیم. برای این کار باید وارد وبسایت code.visualstudiocode.com/download بشید که من لینکش رو براتون در توضیحات ویدیو قرار دادم. در اینجا نسخه‌های مختلف برای ویندوز، لینوکس و مک وجود داره که بر اساس سیستم عاملی که دارین استفاده میکنید باید ورژن مناسب رو دانلود بکنید. برای نصب کردنش هم کافیه فایل نصبی رو اجرا و چند بار نکست رو بزنید. اما اگه از ویندوز 10 به بالا استفاده میکنید میتونید از مایکروسافت استور هم اون رو نصب بکنید. کافیه در مایکروسافت استور VS Code رو سرچ بکنید و مستقیما از همون جا رو نصب بکنید. من لینک دانلود اون رو هم از مایکروسافت استور در توضیحات ویدیو براتون قرار دادم. VS Code به صورت پیش‌فرض قابلیت استفاده از آردوینو رو نداره، پس باید یک اکستنشن یا افزونه روی اون نصب بکنید. برای این کار کافیه به بخش اکستنشن ها بریم. میتونید اون رو با استفاده از شورتکات کنترل شیفت و X باز بکنید. اما اگه دکمه اکستنشن ها رو اینجا نداشتید کافی از بخش ویو اکستنشنز رو انتخاب بکنید تا اون رو بهتون نمایش بده. حالا باید در سرچ بار که اینجا داریم آردوینو رو سرچ بکنیم. در نتایج باید اولین گزینه که این آیکون رو داره و سازندش هم مایکروسافت هست و تیک آبی رو داره رو انتخاب بکنیم و روی اینستال کلیک بکنیم. اگه در این قسمت براتون توی مرحله گیر کرد و نصب نشد کافیه که از یک فیلتر شکن استفاده بکنید تا مشکلتون حل بشه. بعد از این کار کافیه که از منوی فایل نیو فایل رو انتخاب و اینجا یک اسم دلخواه برای فایل آردوینوتون در نظر بگیرید و در آخر هم باید .ino رو قرار بدید. در واقع .ino پسوند فایل های آردوینو هستش که حتما باید اون رو قرار بدیم تا بتونیم از این حالت استفاده بکنیم. حالا اینجا که اینتر رو بزنیم باید یک مسیر برای ذخیره کردن اون انتخاب بکنیم. من این رو در همینجا انتخاب میکنم و کریت فایل رو میزنم. اینجا چون من یک فایل به همین اسم دارم میگه که آیا میخوایم رو جایگزین این فایل بکنید. یس رو میزنم. حالا اینجا وارد محیط برنامه نویسی میشیم که میتونیم کدهامون رو بنویسیم. اینجا پیشنهاد میده که آیا میخوایم اکستنشن C و C++ رو نصب بکنید. اینجا اینستال رو دوباره میزنید. از اونجایی که ما برنامه نویسی آردوینو رو با زبان C و C++ انجام میدیم خوبه که این اکستنشن رو هم داشته باشید. حالا این صفحه رو میبندم و شروع کنیم به برنامه نویسی. میام تابع های اصلی آردوینو رو مینویسم، ورد لوپ و ورد ستاپ. به این صورت. حالا ورد ستاپ رو مینویسیم. اینجا ما آمدیم و تابع های اصلی آردوینو رو نوشتیم. همونطور که میبینید برامون رنگ و میزیش رو هم انجام میده که خوندن اون راحت تر باشه. در اینجا ممکنه یک پیغام دیگه به همون بده که روی این دکمه کلیک نکنید، فقط این ضربه رو بزنید که از اینجا بره، چون توی تستایی که من کردم امکانات افزونه مختل میشه و خب به درستی هم کار نمیکنه. اگه به اینجا دقت بکنید افزونه‌ای که نصب کردیم چند تا گزینه بیشتر هم در اینجا در اختیارمون قرار میده، مثل کامپایل و آپلود کردن که خب در حالت عادی ما این گزینه ها رو نداریم در VS Code. بیاین دکمه کامپایل یا همون وریفایمون رو بزنیم. همونطور که میبینید شروع کرد به کامپایل کردن و مثل آیدی خود آردوینو این کار رو برامون انجام داد. در اینجا ممکنه به یک ارور بر بخورید که میگه که نوع بردتون رو انتخاب بکنید. برای این کار هم کافیه در این قسمت این کاراکتر رو تایپ و آردوینو رو سرچ بکنید.
در اینجا پارامترهای مختلف این افزونه رو بهمون نمایش میده که ما باید نوع بردمون رو تغییر بدیم که اینجا چنج بورد تایپ رو داریم. اگه اون گزینه رو نداشتید کافیه اون رو سرچ بکنید و از همینجا اون رو انتخاب بکنید. همونطور که میبینید انواع بردهای آردوینو رو اینجا بهمون نمایش میده و در اینجا باید بردتون رو انتخاب بکنید که من آردوینو یونو رو انتخاب میکنم. پارامتر دیگه که خوبه اینجا تغییر بدیم انتخاب کردن پورت سریال آردوینو هستش که برای آپلود کردن به اون نیاز داریم. برای این کار هم کافیه اینجا آردوینو رو دوباره به همون روش جستجو بکنید و پورت رو سرچ بکنید. اینجا این گزینه رو انتخاب میکنید و اینجا پورت آردوینوتون رو باید انتخاب بکنید که من اون رو انتخاب میکنم. بعد از اون میتونیم آپلود رو انجام بدیم که برامون آپلود رو انجام میده. اینجا به من ارور میده که این مشکل برای شما پیش نمیاد. این به خاطر مشکلی که برد آردوینو من داره و در حالت عادی میتونید شما با استفاده از این آپلود رو انجام بدید. حالا ممکنه بخواید که از ارتباط سریال هم استفاده بکنید. برای این کار کافیه که serial.begin رو صدا بزنید و باد ریتتون رو اینجا مشخص بکنید که در حالت عادی 9600 قرارش میدیم و میتونید در اینجا یه چیزی هم پرینت بکنید به این صورت. همونطور که میبینید همینجا به من ارور میده و میگه که سیمیکالون قرار ندادیم، چیزی که ما توی IDE آردوینو نداشتیم و تازه بعد از آپلود کردن متوجه اون میشدیم که اینجا خیلی سریع میتونید اون رو متوجه بشید و باید اون رو دوباره آپلود بکنید. من دیگه اون رو آپلود نمی‌کنم چون بهم ارور میده. و بعد از اینکه آپلود رو انجام دادید باید سریال مانیتور رو باز بکنید. چطوری باید سریال مانیتور رو باز بکنیم؟ کافیه که در همین قسمت سرچ بارمون مثل همیشه آردوینو رو سرچ بکنیم و سریال رو دوباره سرچ بکنیم تا اینجا گزینه اوپن سریال مانیتور رو به ما بده. روش کلیک میکنیم. اینجا باد ریتمون رو مشخص میکنیم که ما روی 9600 اون رو قرار دادیم اینجا، از اون رو انتخاب میکنیم. اینجا سریال مانیتور برای شما باز میشه و میتونید دیتاهای ورودی رو دریافت کنید یا یه سری دیتا رو برای آردوینو ارسال بکنیم. اینجا هم یه سری تنظیمات به ما میده. اینجا میتونیم دوباره اون پورت سریالمون رو انتخاب بکنیم. اینجا باد ریت رو انتخاب میکنیم. اینجا هم میشه مشخص کرد که در آخر خط چه اتفاقی بیفته. اینجا میتونید سریال مانیتورتون رو روشن و خاموش بکنید. اینجا کل دیتاهای ورودی و خروجی رو پاک میکنه. اینجا اوتو اسکرول رو روشن میکنه که وقتی یه سری دیتا میاد به صورت خودکار به آخرین خط بره که اون رو همیشه روشن میذاریم. در اینجا اوتو کانکت رو داریم که اگه ارتباط قطع شد به صورت خودکار دوباره اون رو متصل بکنه. اینجا حالت ترمینال رو روشن میکنه که میتونیم ازش استفاده بکنیم. در اینجا میتونیم تایم استمپ رو روشن یا خاموش بکنیم که زمان داده ها رو به همون نشون بده. اینجا هم یه سری از تنظیمات پیشرفته رو داریم که بهشون دست نمیزنیم و روی حالت پیش‌فرض قرارشون میدیم. برای نصب کردن کتابخونه ها و لایبرری ها کافیه دوباره آردوینو رو سرچ بکنیم و اینجا لایبرری منیجر رو داریم و میتونیم انواع مختلف لایبرری ها رو استفاده بکنیم. مرسی که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی براتون پیش اومده در کامنت ها پاسخگوتون هستم. راستی اگه هنوز دوره آردوینو رو شروع نکردید میتونید از لینک بالای صفحه اون رو شروع بکنید. اگر هم به این سبک محتوا علاقه دارید من در این کانال از تجربیات خودم از آردوینو، الکترونیک و برنامه نویسی میگم و اونها رو باهاتون به اشتراک میذارم. مرسی بابت وقتی که گذاشتید. در ویدیو بعدی میبینمتون.